در پی دروز پی در پی سرآغاز سیگرت امریکایی و گوگرد روسی. در نخستین ساعات 26 سرطان 1352 برابر به 17 جولای 1973 سردار محمد داوود صدر اعظم سالهای 1332 تا 1342 به وسیله کودتای نظامی بدون خونریزی پادشاهی 40 ساله پسر کاکای خود محمد ظاهر شاه را خاتمه داد. شاه در آن وقت در جزیره نیپولیتان ایتالیا به سر می برد و درست 10 روز بعد خانواده‌اش نیز به او پیوستند و شاه بعدتر استعفای خود را به کابل فرستاد. محمد داوود نظام جمهوری را اعلام کرد و همزمان ریاست جمهوری، صدارت عظما، وزارت دفاع و وزارت خارجه را در انحصار خود درآورد. سایر اعضای حکومت او را محمد حسن شرق معاون صدارت، فیض محمد وزیر داخله، انجینیر عبدالحمید محتاط وزیر مخابرات، دکتر نظر محمد سکندر وزیر صحت عامه، دکتر نعمت الله پژواک وزیر معارف، انجینیر پاچاگل وفادار وزیر سرحدات، جیلانی باختری وزیر زراعت و آبیاری، سید عبدالله وزیر مالیه، انجینیر غوثالدین فایق وزیر فواید عامه، دکتر عبدالرحیم نوین وزیر اطلاعات و کلتور و دکتر عبدالمجید وزیر عدلیه تشکیل میداد. بخش اعظم کابینه داوود را کمونیست های وابسته به مسکو تشکیل میداد و چون داوود در کودتای خود کمک های زیادی را از اعضای حزب خلق دریافته بود، ناگزیر بود پست های بلندی را در اختیارشان بگذارد که بعدها جاسوس KGB محمد خان جلالر نیز به حیث وزیر تجارت در کابینه شامل گردید. مسکو کودتای داوود را انقلاب خواند و همان مسکو زمان شاه را زمامدار خردمند و مترقی خطاب کرده بود. با آنکه در زمان داوود شمار مشاورین روس از 250 نفر تجاوز نمی کرد، به نظر می رسید که او پایه های منافع شوروی در افغانستان را استحکام بیشتر می بخشد. زندگی سیاسی محمد داوود از زمان شکل می گیرد که او از فرانسه به کشور برگشت و در وزارت خارجه اشغال وظیفه کرد. او بعدها به رتبه جنرالی به حیث قماندان فرقه مشرقی، حاکم اعلای مشرقی، قماندان قلاردوی مرکز و وزیر حرب تعیین گردید و بالاخره بعد از 10 سال صدارت به وسیله شاه
سبکدوش گردید. داوود که در آغاز ریاست جمهوری خود گرایش‌های زیادی به کمونیست‌ها و شوروی داشت، در سال 1353 از مسکو دیده نمود و در توقف کوتاه خود در تاشکند از دوستی صمیمانه حرف زد. ما از دیدن مملکت زیبای شما و مخصوصا از پیشرفتی که به این مدت نصیب شهر مسکو شده قابل تمجید و چشمگیر است. مذاکرات ما با زمامداران محترم شوروی نهایت صمیمانه، نهایت دوستانه و در یک فضای بسیار صمیمی انجام یافت. اما امیدوار هستم که این نتایج ازی برای طرفین مفید و مثمر باشد. داوود در مسکو مورد تفقد برژنف و نیکولای پودگورنی قرار گرفت و بعد نیکولای پودگورنی را با گرمی در کابل استقبال نمود. داوود از گذشته ها تحت تاثیر کمونیستا قرار داشت. میگن که داوود به مطالعه علاقه نداشت و معمولا به ببرک کارمل که خیلی به او نزدیک بود وظیفه میداد تا آثاری را بخواند و بعد به او تشریح کند و به این ترتیب کارمل هر آنچه را که میخواست به سادگی از راه گوش در مغز سردار داوود جا میداد. داوود زمینه رشد کمونیستا را در افغانستان مساعد ساخت و هر گونه امکانات را در اختیارشان گذاشت. او شمار زیادی از اعضای حزب خلق را به حیث حکام در محلات تعیین نمود تا فعالیت‌های خود را در میان مردم آزادانه و با قدرت تمام دنبال نمایند. نهضت اسلامی کشور در عهد ریاست جمهوری داوود ضربه‌های زیادی را متحمل گشت. او انجینیر حبیب الرحمن یکی از مؤسسین نهضت را به شهادت رسانید و استاد نیازی را به حبس دوام محکوم نمود تا آنکه استاد نیازی نیز در دوره خلقی ها به شهادت رسید. و به اثر همین روش‌های ضد اسلامی و سوی قصدهای داوود، پروفسور برهان الدین ربانی، انجینیر گلبدین حکمتیار و مولوی محمد یونس خالص نیز ناگزیر شدند به پشاور هجرت نمایند. دلو 1354 داوود روی جرگه قلابی را دایر نمود و بقای خود را برای 6 سال دیگر در مقام ریاست جمهوری ادامه بخشید. به گوشه از این جرگه که عزیزالله وصفی شخص نزدیک به داوود آن را پیش میبرد نگاه کنید. رئیس جمهور انتخاب است. ما فرض وکړي چې ښاغلی محمد داوود خپل کاندید بلې راکړي. ښاغلی محمد داوود کاندید نه دی. ستاسې د احساساتي در پایان گفتار رئیس لوی جرگه تمام اعضای لوی جرگه به یک آواز از رئیس مجلس تقاضا نمودند تا از رهبر انقلاب خواهش کند که شخصشان را به حیث اولین رئیس جمهور کشور کاندید نمایند. هر چیزی که تصمیم ملت افغانستان باشه، اگر او با قربانی و جان و مال و اولاد باشه، ما یقین بدانید که نخواهد. داوود حتی قبل از ریاست جمهوری خود نیز به گونه‌های مختلفی در برابر نهضت اسلامی کشور قرار می‌گرفت. داوود در آغاز دوره ریاست جمهوری خود به حد هواخواه پرچمی ها بود که به قول صباح الدین کوشککی در پاسخ یکی از نزدیکان خود که او را به دوری از پرچمی ها توصیه می‌کرد گفته بود که در کشور ما عادت شده که در دم هر شخص مترقی لطه سرخ گره می‌زنند. داوود اقدامات زیادی را بر ضد نهضت اسلامی کشور در عرصه اجرا گذاشت. طی سالهای 1352 تا 1354 نهضت نیز در برابر داوود به پاسخهای پرداخت. قیامهای در پنجشیر، سرخرود و کنر به وقوع پیوست، اما برخلاف پلان طرح شده حرکتی در کابل از جانب کریم مستغنی رخ نداد. مسعود طی یک مصاحبه گفته است که من با کودتا و یا قیام بر ضد داوود 100% مخالفت داشتم. وی حتی یکی از علل مخالفت خود را با حکمتیار پافشاری او در این امر خوانده است، زیرا ناکامی قیام بنابر پیشبینی مسعود می توانست نهضت را آسیب پذیرتر بسازد. داوود در اواخر دوره ریاست جمهوری خود در حالی که دیگر کمونیست ها در اردو و سایر نهادهای دولتی